به نام خدا، این فیلمی که خدمت شما نشون میدم بهش میگن عمل PCNL یا تونل پوستی. لطف کنید اینجا نشون بدید. ما سنگ بزرگ رو از این لوله‌ای که در داخل کلیه گذاشتیم و این دوربین رو وارد کلیه کردیم. لطف کنید اونجا و با دوربین سنگ بزرگ الان لطف کنید نزدیکتر نشون بدید این سنگ رو. میبینید این سنگ بزرگ کلیه است و ما میانیم تا اینطوری اینا رو کاملا خرد میکنیم و خارج میکنیم. به این عمل میگن PCNL. این الان نشون میده که چقدر سنگه. اینجا نگاه کنید مثل تقریبا برله. نگاه کنید اینجا الان این سوراخ شد، میبینید سنگ خیلی سفتی هست. ما اینا رو خرد میکنیم و خارج میکنیم. به این عمل همچنان که عرض کردم بهش میگم PCNL، درمان طلایی سنگ‌های بزرگ کلیه هست. ببینید کاملا الان تیکه شد. من تیکه ها رو با پنس سلام یه نمونهش رو خدمت شما الان اینو خارج میکنم. ببینید اگر لطف کنید با این پنس میریم، این پنس داخل کلیه. نگاه کن اونجا رو نشون میده، همون سنگی که خرد شده رو میگیرم. نگاه کنید این الان لطف کنید نشون بدید اینجا. ببین این همون سنگ که خارج کرد و این سنگ رو کلا من تا پایان عمل همینطوری خرد خواهم کرد و خارج میکنم. حسن این عمل اینه که دیگه مریض شکاف یک وجبی نمیخوره، فقط جای این لوله‌ای که گذاشته شده یک بخیه خواهد خورد و با یک شب بستری از بیمارستان مرخص میشه. امروز شعار عالم جراحی عملهای جراحی بزرگ از شکاف کوچیک هست و این نوع سنگ رو بعداً با آزمایش میدیم، مشخص میشه که چه نوع سنگی هست و ما بر اساس اون استراتژی بعد درمان رو برای بیمار در نظر میگیریم. با تشکر، به احترام.